تا حالا شده بخواید کاری رو انجام بدید و مغزتون شروع کنه به مخالفت؟ یه تکنیک ساده وجود داره که فقط 5 ثانیه طول میکشه. ببینید، مغز ما طوری طراحی شده که انرژی رو حفظ کنه. وقتی که میخواید کاری رو شروع کنید، فوری شروع میکنه به ساخت بهانه و محافظت. مل رابینز، نویسنده کتاب قانون 5 ثانیه، کشف کرده که اگر در کمتر از 5 ثانیه شروع کنیم، مغز ما فرصت مخالفت پیدا نمیکنه. تکنیکش خیلی ساده است. به ما میگه که به محض اینکه تصمیم گرفتیم کاری رو انجام بدیم، یک شمارش معکوس انجام میدیم و وارد عمل میشیم. 5 4 3 2 1 استارت میزنیم. این شمارش کوتاه مغز رو از دام تعویق و ترس خارج میکنه. مثال میزنم، میخواید ورزش کنید، به جای اینکه فکر کنید، شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای رو انجام بدید و کفش هاتون رو بپوشید. میخواید از خواب بیدار بشید، توی تختتون دارید به این فکر میکنید که باید بلند شید یا بلند نشید، شمارش معکوس 5 ثانیه 5 4 3 2 1 بلافاصله بلند میشید. اوکیه؟ تکنیک بسیار بسیار تاثیرگذاری هست. یک تمرین عملی. امروز یک کار کوچیک رو انتخاب کنید که انجام دادن اون رو عقب میندازید. به محض اینکه بهش فکر کردید، شماره معکوس رو انجام بدید و شروعش کنید. نتیجه این تکنیک رو توی کامنت ها بنویسید.